اگه شما هم مثل من علاقه دارین که همراه با چایتون یه چیز شیرین و خوشمزه بخورین، این کلوچه شکمپو رو از دست ندین. بریم که با هم فقط با 5 قلم مواد، کره بادون زمینی، شیره خرما، آرد جوی 2 سرپرک، دارچین و بیکینگ پودر این کلوچه لذیذ خوشمزه رو درستش کنیم. این مقدار مواد میتونید 6 تا کلوچه کوچولو درست کنید که برای هر وعده‌تون یه دونش کافیه. هر یه دونه کلوچه 131 کالری داره و 3 گرم پروتئین. بعد از اینکه حسابی میکسش کردیم به مدت 15 الی 20 دقیقه داخل یخچال بذارید تا استراحت کنه. من برای مواد میانی از رطب و شکلات چیپسی تلخ استفاده کردم که شما میتونید از خرما و مغزیجات هم استفاده کنید. الان وقتشه که مواد کلوچه ها رو از داخل یخچال بیرون بیارید. به اندازه گردو بردارین، رو کف دستتون پهنش کنید و از مغز خرما و شکلات وسطش بریزین. میتونید فلتون رو از قبل به مدت 15 الی 20 دقیقه با دمای 180 درجه گرمش کنید. کلوچه ها رو داخل فر قرار بدین و مدت 10 الی 12 دقیقه بهش زمان بدین تا بپزه. بچه‌ها من خودم بار اولمه که این کلوچه شکمپو یا هر اسم دیگه که داره رو درستش میکنم و فکرشو نمیکردم که اینقدر لذیذ، خوشباف و خوشمزه باشه. شما میتونید با چند قلم مواد دم دستی تو خونه درستش کنید و به مدت 1 هفته داخل یخچال نگهش دارید و مدت 2 ماه داخل فریزر و هر بار مدت 10 الی 15 دقیقه بهش زمان بدین تا یخش باز بشه. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که خوشتون بیاد و نوش جانتون.